ملت بزرگ و شریف ایران. تجاوز شبانه رژیم صهیونیستی به میهنمان ایران که به شهادت شهروندان، سرداران و دانشمندان عزیزمان منجر شد، ثابت کرد که این رژیم نامشروع به هیچ قاعده و قانون بین المللی پایبند نیست و همچون زنگی مست پیش چشم جهانیان از جمله غربیان مدعی حقوق بشر و حقوق بین الملل رسما و با وقاحت تمام دست به ترور میزند و آتش جنگ را برمی‌افروزد. آغاز جنگ با ایران بازی با دم شیر است. عملیات بزدلانه شبانه در حین طی شدن فرایند دیپلماسی در مسئله هسته‌ای ایران نشانه هراس این رژیم از قدرت اقناع و دفاع ایران برای جهان است که ما ایرانیان گرچه در 200 سال گذشته هرگز آغازگر هیچ جنگی نبودیم، اما در دفاع از میهن خویش ذره‌ای تردید نکرده ایم و نمی‌کنیم. اکنون همه ما در ایران از ملت و دولت و حاکمیت می توانیم با صدایی بلندتر از همیشه تروریستی بودن و متجاوز بودن صهیونیست‌ها را فریاد بزنیم و انتقام و دفاع را حق مشروع خود بدانیم و یک پارچه‌تر و متحدتر از همیشه بدون هر گونه اختلاف سیاسی پاسخ محکمی به این رژیم کودک‌کش و تروریست بدهیم. دفاع از این آب و خاک و آسمان و فرزندان و سرداران و دانشمندان و همه شهروندان مسئولیت و وظیفه دولت جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح آن است که ذره‌ای در آن کوتاه نخواهیم آمد. با چنین رژیم درنده‌ای جز به زبان قدرت نباید سخن گفت. جهان اکنون پافشاری ایران بر حق غنیسازی و فناوری هسته‌ای و توان موشکی را بهتر درک می‌کند و عدو سبب شده است که مظلومیت و حقانیت ما به اثبات برسد که متجاوز کیست و آنکه امنیت منطقه را تهدید می‌کند کدام رژیم است. دولت جمهوری اسلامی ایران اقدامات دفاعی، سیاسی، حقوقی لازم برای پشیمان کردن اسرائیل نامشروع را از همین لحظه شروع کرده است و خواب را بر صهیونیست‌ها حرام می‌کند. انتقام تک تک شهدایمان را می‌گیریم و نقض حاکمیت ملی ایران را به گناه نابخشودنی اسرائیل غاصب بدل می‌کنیم. از شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌خواهیم در برابر فروپاشی نظام بین الملل از حیثیت و موجودیت خود دفاع کند، اما معطل این نهادها نمی‌مانیم و چنان که رهبر انقلاب فرمودند دست قدرتمند نیروی مسلح جمهوری اسلامی ایران او را رها نخواهد کرد باذن الله. انتقام نزدیک است، نزدیکتر از رگ گردن به صهیونیست‌های تروریست. این صدای یک ملت است و یک دولت که جهان را به شهادت می‌طلبد که ما آغازگر جنگ نبودیم، اما پایان این داستان به دست ایران نوشته خواهد شد. دولت جمهوری اسلامی ایران 23 خرداد 1404